سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 31 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 12 سال حکم زندان مهراب حیاتوف با وجود همکاریش با تفتیشات. یک جوانزن قبلا سود شده را به همکاری با اصلاح تیوی عیبدار میکنند. اصلدین شریپوف کجاست؟ طلب حامیان حقوق از مقامات تاجیکستان. امامعلی رحمان کارخانه از زید سعیدوف مصادره شده را از نو به کار درآورد. نقشه دعوت به ارتش در یک ماه اول علاکه 75% اجرا شده است. بازداشت یک جنبرار در خوجند برای بداخلاقی نسبت به یک جوانزن. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امامعلی روز 31 اکتبر سال 2023 در پایتخت در مراسم افتتاح کارخانه بزرگ صنعتی با بیش از 4000 جای کار اشتراک کردند. در حضور پرزیدنت از جمله کارخانه روغنبراری فیض برکت، کارخانه نساجی ارویس، کارخانه قالین‌های دوشنبه، کارخانه مکرونبراری شهر زیبای من، کارخانه استقلال تجهیزات برقی امداد، فابریک قنادی امیری و کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه مورد بهره برداری قرار داده شدند. کارخانه گلستان که در مرکز پایتخت جایگیر شده است، در گذشته 85% سهمیه‌هایش به میلیاردر اوکراینی دمیتری فیرتاش و 5% باقی مانده‌اش به نزدیکان صاحبکار معروف و وزیر سابق صنعت تاجیکستان زید سعیدوف تعلق داشت. زید سعیدوف سال 2013 در پی اعلان عزمش برای بنیاد حزب سیاسی تاجیکستان نو دستگیر و با جرم‌هایی که به عقیده نزدیکان و طرفدارانش بافته بود به 26 سال زندان محکوم شد. در پی زندانی شدن زید سعیدوف کارخانه و شرکت‌های مربوط به این صاحبکار از جانب دولت مصادره گردید. در قطار مال و ملک زید سعیدوف مقامات کارخانه مربوط به دوست و شرکت تجارتی او دمیتری فریشته را هم دولتی کردند. از جمله سال 2014 با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه کارخانه دوزندگی گلستان نیز دوباره دولتی کرده شد. در سالهای گذشته چندین بار اعلان‌ها درباره به فروش گذاشتن کارخانه گلستان نشر شده بود، ولی دست کم تا سال 2019 مقامات برای این کارخانه خریداری نیافته بودند. سال 2019 هنگام دیگر باره به مزایده گذاشتنش کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه گلستان دوشنبه را 24 میلیون و 220 هزار سامانی یا 2.5 میلیون دلار با قرب همون سال نرخ کرده بودند. در گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت درباره مالک کنونی این کارخانه معلومات مشخصی داده نشده است، ولی گفته می شود کارخانه به گلستان دوشنبه تبدیل نام کرده در آن با تشبث شهرداری دوشنبه تکنولوژی معاصر نصب کرده شد. کمیته هلسینکی نروژ، یک سازمان حامی حقوق انسان، روز 30 اکتبر سال 2023 در یک اظهارات از مقامات تاجیکستان خواست تا مکان بود و باش اصلدین شریپوف ساکن نویه 8 و برادر رهبر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی شفقت محمد را اعلان کند. اصلدین شریپوف سال 2016 در روسیه به سر می برد و در ساختمان کار می کرد. روز 1 اکتبر سال جاری بعد بیش از یک سال در روسیه در بازداشت به سر بردنش به مقامات تاجیکستان سپرده شد، ولی خویشاوندانش با گذشت یک ماه تا حال نتوانستند در تاجیکستان در کدام بازداشتگاه و در دست کدام نهاد قرار داشتن او را معین کنند. بیرت لیدمن دبیر کل کمیته هلسینکی نروژ در رابطه با این قضیه گفت مقامات تاجیکستان باید مکان بود و باش اصلدین شریپوف را اعلان کرده بفهمونند که چرا خویشاوندانش از روز استرداد او از روسیه در بارش چیزی نمیدونند. اگر مقامات شریپوف را حبس کرده باشند باید او را آزاد کنند و یا عیبنامه با دلیل به ضد او اعلان کنند. کمیته هلسینکی نروژ در اظهاراتش همچنین مجبورن از روسیه آوردن و سپس غیب زدن اصلدین شریپوف را همچون تعقیب نزدیکان دیگر اندیشان و مخالفین از سوی مقامات تاجیکستان نامیده است. اصلدین شریپوف برادر شفقت محمد سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی است که در اروپا عمل میکند و در برنامه‌هایش سیاست حکومت تاجیکستان و وضع حقوق انسان در این کشور را به باد انتقاد میکشد. اصلدین شریپوف از جانب مقامات تاجیکستان بر اساس ماده 307 با اتهام تشکیل فعالیت سازمان افراطی ممنوع تحت جستجو گذاشته شده بود. به ادعای مقامات گویا اصلدین شریپوف در صفحه‌اش در فیسبوک
عقیده و غایه های سازمان های ممنوع اپوزیسیونی را تبلیغ کرده است. دوشنبه از ماده 307 برای تعقیب مخالفین سیاسیش فراوان استفاده میبرد. اسلدین شریپوف بر اساس این بند قانون تا 5 سال زندان تهدید میکند. اسلدین شریپوف هنوز ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر گردیده. بعد بیش از یک سال پشت پنجره به سر بردنش روز 1 اکتبر سال 2023 استرداد شد. دادستان کل روسیه در یک نامه رسمی به خویشاوندان شریپوف رسما تصدیق کرده است که او را روز 1 اکتبر سال 2023 به تاجیکستان سپردند. اما مقامات تاجیکستان تا حال بازداشت و استرداد اسلدین شریپوف را یگان بار رسما شرح ندادند و به خویشاوندانش نیز آشکار نکردند که او در کجاست. دادگاه دوم حربی حوزه غربی در مسکو شهروند 23 ساله تاجیکستان میروب هایتوف را در آمادگی به حمله تروریستی به بنای فسب در میدان لوبیانکا در مرکز پایتخت روسیه گناهکار شناخت و به 12 سال زندان و 500,000 روبل جریمه محکوم کرد. در این باره روز 1 اکتبر سال 2023 نشریه روسی کمیرسانت خبر داد. خدمات مطبوعات دادگاه قبلا گفته بود که میروب هایتوف یکی از 7 نفر متهم به قصد حمله به قرارگاه فسب بوده. به دلیل اعتراف گناه و امضای قرارداد همکاری با تفتیشات پروندهش از دیگران علیحده بررسی می شود. با حکم دادگاه میروب هایتوف 3 سال اول را در محبس پوشیده و 9 سال باقی مانده را در محبس نظامش سنگین ادا خواهد کرد. ولی مدافع او تنها در مورد حکم جریمه هایتوف اظهار ناراضگی کرده است. خود میروب هایتوف و ادوکاتش برای شرح مستقیم دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این جوان تاجیک همراه با 5 تاجیک دیگر و یک زوده داغستان ماه مارس سال 2022 در مسکو به سازمان تروریستی دوئش باید سپرده نقشه داشتند که به قرارگاه مرکزی فسب و بناهای اطراف آن در میدان لوبیانکا در مرکز مسکو حمله آورده بمب‌های خودساخت را بترکانند و راهگذران و کارافتادگان را تیرباران کرده خروج نیروهای روسیه از سوریه را طلب کنند. در همین حال حامیان حقوق بسیاری از پرونده‌های با اتهام تروریسم به ضد مهاجران در روسیه را زیر شبهه گذاشته میگویند اکثر این پرونده‌ها بافته و ساخته بوده. کارمندان نیروهای امنیتی روسیه از حساب مهاجران بی‌حقوق و بی‌حمایت می‌خواهند نتیجه های خود را در راه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی از بودش زیادتر نشان بدهند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادستان کل تاجیکستان روز 3 اکتبر سال 2023 از افتتاح پرونده جنایتی به ضد یک جوانزن ساکن شهر دوشنبه با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع خبر داد. گفته می‌شود جمایو قبلا در تاجیکستان برای اوباشی قصداً نیست و نابود کردن مال و ملک بیگانه و تمجید محکوم به زندان شده. یک مرتبه دیگر در روسیه برای قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود. خود این جوانزن برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه دادستانی شهروند جمایو سال تولدش 1989 زاده و ساکن شهر دوشنبه که قبلا با ماده های 255 قسم 1 250 قسم 1 237 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و ماده 228 قسم 1 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه محکوم شده است و از اولای سال 2023 در شبکه‌های اینترنتی یوتیوب توسط برنامه‌های اصلاح تیوی، پیمان ملی و منبر مهاجر برآمدهای محمد اقبال صدرالدین عضو پیمان ملی تاجیکستان را که با اعلاننامه سود عالی جمهوری تاجیکستان از سال 2019 اتحاد تروریستی اکستریمیستی اعتراف شده فعالیتش در تاجیکستان منع کرده شده است، پیوسته تماشا کرده غایه و عقیده های این تشکیلات را جانبداری نموده است. این چنین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام با نام‌های مستعاری صحیفه گشوده در آن نیز سخن‌های محمد اقبال را توسط نوشته شر و توضیحات جانبداری نموده. غیر از این ماه آگوست سال 2023 توسط برنامه واتساپ زیاده از 10 مرتبه با او همصحبت شده عکس‌های خود را ارسال کرده است. به این دلیل 19 اکتبر سال 2023 از طرف دادستانی نوعی فردوسی نسبت به جمایو بر اساس ماده 307 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده او به حبس گرفته شد. تفتیشات پیشکی با این پرونده جنایتی ادامه دارد. به جمایو بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند.
اسلو تیوی یکی از پربیننده ترین طرح‌های مطبوعات اپوزیسیای توجک در خارج به شمار می رود و بسیاری از برنامه‌های اون در یوتیوب و دیگر پلتفرم‌های اینترنتی ده هزار و برخیش 100,000 تماشابین جمع می‌آورند. مؤسس اسلو تیوی محمد اقبال صدرالدین چند سال باز در فرانسه به سر میبرد. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که در شهر خوجند یک جیمبرور 68 ساله با اتهام بداخلاقی شهوانی دستگیر شده است. خود دستگیر شده یا نزدیکانش برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع رسمی دادستانی ولایت سوخت روز 25 اکتبر سال 2023 نسبت به نبیف عبدولی سال تولدش 1955 بر اساس قسم اول ماده 142 علاوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام حرکت‌های خصوصیت‌های شهوانی داشته یا حرکت‌های بداخلاقانه با استفاده از حیثیت و باوری دینی جبر دیده صادر شده است پرونده جنایتی گشوده است. دادستانی کل در شرح پرونده گفت نبیف عبدولی که نه تحصیلات دینی و نه طبی دارد خود را در بین مردم همچون ملا و طبیب معرفی کرده در منزل استقامتیش واقع در شهر خوجند محله 12 کار افتادگانش جمله زنان را قبول نموده با روی دعاخوانی، مس بدن، تشتاب نویسی و دیگر راه‌ها گوی آنها را تبابت و جنها را از بدنشان دور می‌کرده است. چنانچه 5 اکتبر سال 2023 به او برای تبابت درد سر ساکن شهر خوجند شهروند ام که ویله‌دار می باشد مراجعت نموده است. نبیف او را دعاخوانی نموده برای این عملش 50 سومونی گرفته با مقصد با سوء استفاده از حیثیت و باوری دینی نام برده قانع نمودن نفس شهوانی خود او را باور کننده است که جین دارد و تکلیف نموده است که جین بروری کند. شهروند ام از مقصدهای ناپاک و جنایتکارانه نبیف بخبر به این تکلیف او راضی شده 13 اکتبر سال 2023 اشیاء فرموده او را با خود گرفته باز به منزل نام برده آمده است. نبیف در تنهایی با بهانه برآوردن جین از بدن او را دعاخوانی نموده در رفت آن نسبت او حرکت‌های بداخلاقانه انجام داده باز 50 سومونی مزد گرفته است. به گفته تفتیشات چنین عمل‌های نبیف نسبت به شهروند ام این چنین 18 اکتبر سال 2023 در منزل استقامتیش انجام داده شد. باز از او 50 سومونی گرفته است و با مقصد انجام دادن نیت بدش پیشنهاد کرده است که تبابت را در منزل شهروند ام ادامه دهد. با این مقصد 23 اکتبر سال 2023 او به منزل اجاروی شهروند ام واقع در شهر خوجند آمده با بهانه برآوردن جین او را دعاخوانی نموده در رفت آن با سوء استفاده از حیثیت و باوری دینی شهروند ام نسبت به او حرکت‌های خصوصیت شهوانی داشته انجام داده نفس شهوانی خود را قانع نموده است. در نتیجه گذراندن چاره‌های اپراتیوی جستجوی نبیف در جای حادثه دستگیر کرده شد. گفته می شود در اطلاع دادستانی کل تفتیشات پیشکی این پرونده جنایتی ادامه دارد. به نبیف عبدولی بر اساس قسم یکم ماده 142 علاوه 1 همچون جزا از 3 تا 7 سال زندان تهدید می کند. وزارت مدافع تاجیکستان علاقه روز 31 اکتبر سال 2023 نتیجه های یک ماه اول موسم تیرمایی دعوت به صف قوه های مسلح جمهوری را جنبش کرده خبر داد که در ماه اکتبر نقشه عمومی دعوت به ارتش علاقه 75% اجرا شده است. برای مقایسه در ماه اول دعوت بهاری نقشه همگی 63% و در ماه اکتبر سال 2022 حدود 70% اجرا شده بود. پلکوونیک فریدون محمدعلی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان نتیجه های ماه اول دعوت تیرمایی را خیلی خوب ارزیابی کرده گفت تا پایان ماه اکتبر علاقه بیش از 20 شهر و نویه از انجام این چاره‌بینی های مهم سیاسی و اجرای پوره نقشه حساب دادند. بر علاوه شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان، نویه های رشت، سنگ، ورلخش، نورآباد، تاجک‌آباد، وخش و فرخار اولین شده در جمهوری علاقه در نخستین روز دعوت از اجرای نقشه خود حساب داده بودند. تا پایان ماه اکتبر بنا به اطلاع پلکوونیک محمدعلی زاده همچنین شهر و نویه های ناصر خسرو، نورک، لیوکن، دنغره، دوستی، راغون و نویه اسماعیل سامونی پایتخت نیز از اجرای پوره نقشه پیش بینی نموده گزارش دادند. در یک ماه اول موسم تیرمایی اجرای نقشه در شهر و نویه های تابع جمهوری تا آخر ماه اکتبر سال روان علاقه زیاده از 80%، در ولایت ختلان 79%، در پایتخت شهر دوشنبه 72%، در ولایت سوخت 65% را تشکیل داده است. موسم تیرمایی دعوت به صف قوه های مسلح تاجیکستان رسما 1 اکتبر آغاز یافته. این موسم دعوت
تا 30 نوامبر دوام میکند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت از ابله و یا ایوتاگیری جریان میگیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی رو در کوچه بازار رو دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در جامعه چنین شیوه های مجبوراً به صف ارتش بردن جوانان را محکوم میکنند و میگویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله و که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی روزهای استراحت اخیر 28 و 29 اکتبر سال 2023 در 3 صدمه نقلیاتی در جنوب جمهوری 3 نفر از جمله یک پسرچه 1 ساله و یک دختر 15 ساله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روز 28 اکتبر سال 2023 راننده تراکتور ترمیزوف حلیم جان سال تولدش 1969 ساکن نویه دوستی هنگام حرکت در نزد منزل استقامتیشان قاعده های حرکت راه را رعایت نکرده جین خردسالش ترمیزوف سوراب سال تولدش 2022 را پخش نموده است. در نتیجه کودک معصوم در جای حادثه به هلاکت رسیده است. صبح 28 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 06:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا شیرالیف دوران سال تولدش 1996 ساکن نویه واسه هنگام حرکت از سمت نویه واسه به سمت شهر دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه تویوتا لند کروزر تحت اداره ایرانشوف امانشا سال تولدش 1970 ساکن شهر خوروغ برخورده است. در نتیجه راننده اوپل شیرالیف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین روز 29 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 12:58 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا مدولای اسکر سال تولدش 1990 ساکن شهر کولاب هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد خیابان اسماعیل سامانی شهر کولاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ مدینه نبیجان سال تولدش 2008 ساکن شهر کولاب را پخش نموده است. در نتیجه مدینه جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب میشوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.